الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم. در آیات گذشته از ابتدای این سوره مبارکه که مدعای سوره این بود که سرچشمه تمام خیر و برکات ذات الله عز و جل هست. تبارک الذی نزل الفرقان. اون ذاتی هست باعث و بانی تمام برکات تمام خیر که اون قرآن را نازل فرمود. همه نوع برکات، چه برکات مادی چه برکات معنوی. برکات معنویش مثل قرآن هست، برکات مادیش مثل خورشید هست که در خیر رساندن در نور رساندن هر دو مثل هم هستند، قرآن و خورشید. لذا بعد از این دلائل شما خواندید، دلائلی برای اینکه واقعا اون سرچشمه تمام خیر است. در این دلائل ذکر نعمت ها هست. این چهارمین دلیل است. الم تر الی ربک کیف مد الظل. یکی از رحمت های پروردگار و منافعی که ما انسان ها داریم همین سایه هست. با وجودی که خورشید اینقدر تابش دارد، حرارت دارد، روشنی دارد، اما گاهی جلوی خورشید را یک پرده هم میگیره. وقتی که پرده را شما بکشید دیگه چی میشه؟ سایه میشه. گاهی انسان نیاز به سایه داره. حالا همین سایه خودش یک نعمتی هست. اگر سایه نبود اینجا داخل اتاق که ما نشستیم، داخل مسجد که نشستیم، اینجا هم مثل بیرون بود، یعنی مثل همون خورشید بود. ولی چون این سایه هست الله عزوجل تفاوت گذاشته. گاهی انسان دوست داره اینجا بشینه، گاهی اونجا سر حر شمس و تابش خورشید. لذا می فرمد آیا نمی بینی رب تو کیف مد الظل، این سایه را کشیده. سایه زیاد هست، بالخصوص صبح وقتی که خورشید تازه طلوع میکنه همه جا چی هست؟ سایه هست. هر چی خورشید بالا میزنه سایه چی میشه؟ کم میشه. ولو شاء الله لجعله ساکنا. اگر خدای عزوجل میخواست این را همیشه میگذاشت، اما نه، کم کم جمعش میکنه. ثم جعلنا الشمس علیه دلیل. سپس ما خورشید را گذاشتیم بر او دلیل. مثلا خورشید هرچی که بیشتر بالا هست سایه کمتر میشه تا زوال، کلا سایه از بین میره. زوال که شروع میشه خورشید به طرف غروب متمایل میشه، دوباره سایه از اون طرف شروع میشه. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. بعدا ما او را قبض کردیم به سوی خودمون قبض
یسیر یعنی سایه را کم کم گرفتیم. ببینید اینجا یک سایه این هست که به سبب اشیا هست، یک سایه دیگه هست که از کنم حائل بین ما و بین خورشید هست، ما او را نمی بینیم. حالا بعضی از اهل تفسیر معاصر به او هم اشاره کردند. یک لایه ای هست چنانچه شما خواندید در بعضی از کتاب ها به نام لایه اوزون. این لایه اوزون حدوداً 15 کیلومتر از زمین ارتفاع از اونجا شروع میشه. اون لایه اوزون که اون بین ما و بین خورشید حائل است. عرض به خدمت شما که اون متشکل الان الله بهتر میدانه از چه موادی هست، گازهایی هست و غیره هست که این لایه اوزون و غیر از اون ابرهایی که هست اینا تا یک حدی جلوی خورشید را گرفتن، بین ما و بین خورشید حائل هستن. اگر این لایه نبود، دانشمندان میگویند اگر این لایه نبود خورشید ما را اذیت میکرد. گرمی خورشید و همچنین نور خورشید اینا تقریبا 49% از اون گرمی و نور خورشید را چیکار کرده؟ جذب کرده. الان اون چیزی که از خورشید، از نور خورشید و از تابش خورشید، از حرارت خورشید به ما میرسد 51% است. 51% گاهی ما میبینیم اینقدر اذیتی می. خیلی از دانشمندان میگه اگر اون لایه اوزون نبود خورشید مستقیم بر ما میتابید، گویا اونم نوعی سایه هست، مستقیم بر ما میتابید، چنان برای اذیت میشونی که همه ما استخوان پوست، ببخشید سرطان پوست میگرفتیم، تمام پوست ها میسوخت. ولی الله عزوجل برای حفاظت انسان و هم برای حفاظت اون چی که در زمین هست، چون خورشید یه قدرتی دارد، یه انرژی دارد که اون اگر همه اون انرژی بیاید برای زمین، برای انسان، برای درخت، برای باغ، برای همه چیز ضرر داشت. پس اون سایه را هم الله عزوجل حائل قرار داده تا یک حدی. لذا سیستمی هست سبحان الله او خودش بهتر میداند. این انسان ها و هم نوعان ما گاه یک بخشی کوچکی را کشف میکنند، متوجه میشوند. الله میفرماید اینها را همه الله هست که به شما عنایت فرموده. سایه را خدا داده که سایه کم و زیاد میشه بر اساس بالا رفتن و پایین آمدن و طلوع و غروب خورشید. و هو الذی جعل لكم اللیل لباسا، یک سایه‌ای که تمام بر روی زمین میافتد و کاملا خورشید و جلوی خورشید را میگیرد، همین چادر سیاه شب است که او وقتی که میفته دیگه کامل تمام زمین، نه اینکه اون خورشید عرض کنم حرارتش از بین میره، نورش کلن میره و تمام جا تاریکی میگیرد. اینجا دیگه نیاز هست انسان استراحت بکند، انسان بخوابد. لذا برای استراحت و خواب ما الله تعالی این سیستم را ایجاد کرده. و هو الذی جعل لكم اللیل لباسا، الله آن ذاتی است که قرار داد برای شما شب را لباس، و النوم سباتا، و خواب را سبب آرامش شما، و جعل النهار نشورا، و روز را سبب نشر و پخش و انتشار شما. هر جا میگردید کار میکنید، نیازهایتون را برطرف میکنید. لذا این همه دلیل هست. این دلیل پنجم بود، جعل لكم اللیل لباسا. ششم، و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، الله آن ذاتی است که فرستاد بادها را در حالی که این بادها مژده دهنده هستند پیشا پیش خود رحمت الله را. این بادها میوزند، ابرها را میارند. و انزلنا من السماء ماء طهورا، ما نازل کردیم از آسمان آب پاک. آب پاک خدای تعالی نازل میکنه که این آب پاک برای استفاده ماست. از اینجا معلوم میشه فقها هم همین برداشت را کردن که آبی که
از آسمان میاد پاکه، این آب پاک هست، به زمین میفته، به زمین میریزه، روی زمین جمع میشه، این حکمش پاکی هست. انسان میتونه از این آب استفاده بکنه، از این آب چیزهای دیگر را بشوره، پاک بکنه، مگر اینکه زمان انسان ببینه نجاستی را که قاطی شده و این آب آلوده شده. لنحیی به بلدة میتا، تا که زنده کنیم به وسیله این آب شهر مرده ای را، و نسقیه مما خلقنا، و همچنین از همین آب بدهیم اون چی که ما خلق کردیم از حیوان و انسان، مما خلقنا انعاما و اناسی کثیرا، هم چار پایان و انسانهای زیادی را، انسانهای بیشماری را از همین آب میدیم. ولقد صرفناه بینهم، این آب سالم ترین آب هست، از علاوه از این که پاک هست، بی عیب ترین آب هست، سالم ترین آب هست. اگر شما یه وقتی میخواستید که آب کلن بی عیبی بدون هیچی کوچکترین عارضه، نت بدون کوچکترین عارضه، دارای کل فواید شما پیدا کنید، همین آب است. یه طبیبی بود یه وقتی من پیشش میرفتم، استان گلستان. این طبیب خیلی خدا حفظش کنه بنده خدا، آدم واردی بود در رابطه با مریضی های معده و گوارش و بدن انسان. این میگفت که یکی از بزرگترین عامل سلامت انسان یا مریضی برای وجود انسان آب هست. آبها سالم نیستن. شما سعی بکن آب سالم بخوری. من فکر کردم آب معدنی را میگه، گفتم آب معدنی همیشه آماده کن. گفت نه، این آبهای معدنی بعضی ها تبلیغات هستن، اینا مواد نگهدارنده دارند و اینها هم ضررشون با توجه به اون مواد گاهی از بقیه کمتر نیست. بهترین آب این آب باران هست. او گفت گاهی در این کوها باران میباره، خوب آب جمع میشه، من چند تا گالون بر میدارم میرم از تو کوه، اونجا باران زیاد میشه گلستان، برای خودم برای چند ماه آب ذخیره میکنم، میارم از همین آب میخورم. این آب که میخورم دیگه هیچ مشکلی من ندارم، نه معده‌ام، نه کلیه‌ام، نه قسمتی دیگه از بدن. این آب پاکی هست، پاک هست و پاک کننده هست. لذا اون چیزی که الله عزوجل میده اون طبیعیه. بقیه آب را هم الله عزوجل داده، ولی ما بعدم به وسیله دستگاهایی که به گمان خودمون تصفیه میکنیم یا مواد نگهدارنده بهش میزنیم، خب این آب را تا یک حدی ما آلوده میکنیم. لذا لنحیی به بلدة میتا و نسقیها مما خلقنا انعاما و اناسی کثیرا. به وسیله همین آب هست که ما شهر مرده را زنده میکنیم و آب میدیم چارپایان را، انسانهای زیادی را. ولقد صرفناه بینهم، این همه دلائل را الله تعالی بیان فرمود، حالا اشاره به کل این دلائل میکنه. یعنی این دلائل را توجه کنید، این دلائل را بهش فکر کنید. صرفناه بینهم یعنی میگردانیم، بار بار تکرار میکنیم، میبریم میآوریم. چرا همین دلائل را صرفناه، این قرآن را ما تکرار میکنیم با دلائل گوناگون و روشهای مختلف. هی گاهی دلیل عقلی، گاهی دلیل نقلی، گاهی از زمین، گاهی از آسمان، گاهی از لیل و نهار، لیذکروا، تا انسانها پند بگیرند. واقعا الان ببینید شما در همین چند آیه‌ای که از اول سورت تا اینجا خواندید چند نوع دلیل عقلی خوندید و چه نکات بسیار زیبا و جالبی دلیل نقلی خواندید. اما انسانها فابى اکثر الناس الا کفور، اکثر انسانها انکار میکنن مگر ناسپاسی. یعنی اونها غیر ناشاکرین، ناسپاسی، انکار، چیزی دیگه ندارن.
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذیرا. اینجا تسلی برای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است. هم تسلی هست، هم اشاره به یک نعمتی که این نعمت مخصوص رسول الله است صلی الله علیه و سلم. اون چیه؟ اون اینه که خداوند به حبیبش میگه ای پیغمبر من، اگر ما میخواستیم برای هر قریه یک پیغمبر میفرستادیم. در گذشته که فرستاده، برای هر قوم فرستاده، برای هر شهر فرستاده، برای هر قوم، هر قریه فرستاده. اما در زمان شما ولی ما نفرستادیم. یعنی میتونستیم بارت را سبک بکنیم، یک پیغمبر برای اهل مکه، یکی برای اهل مدینه، یکی مال طائف، یکی مال یمن، یکی مال مصر، تا کل دوش به دوش شما نباشه. اما چون که شما پیغمبر عالمی هستید، پیغمبر جهانی هستید، پیغمبر همه هستید، این فضیلت را، این امتیاز را به شما دادیم. برای شما حرج هست، برای شما زحمت هست، اما برای هر روستایی، هر شهری، هر گروهی پیغمبر جدا نفرستادیم، برای همه و همه شما را فرستادیم. پس هم تسلی برای رسول الله است، هم بیان رفعت شأن رسول الله. شما مثل بقیه پیغمبران نیستی که محدود باشی، مال یک قوم باشی. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریة نذیرا. اگر ما میخواستیم مبعوث میکردیم، تعیین میکردیم در هر قریه یک نذیر و یک ترساننده، اما این کار را نکردیم، شما را برای همگان تعیین کردیم. بنابراین در تبلیغ و توحید فلا تطع الکافرین، شما از کافران اطاعت نکن، شما فرمان رب را به پیش ببر. و جاهدهم به جهادا کبیرا، شما به وسیله این قرآن، یعنی به حکم قرآن جهاد کن، جهاد بسیار بزرگی. دلائل را برایشون بیان کن، جهاد کن، مطالب ذکر کن، روشنگری کن و تفهیم کن مردم را. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج. الله آن ذاتی است که مرج البحرین، دو تا دریا را جاری کرد. به ظاهر دو تا دریا در کنار هم هر دو می روند به جلو. این یکی هذا عذب فرات، این یکی شیرین است، فرات یعنی خیلی شیرین. و هذا ملح اجاج، و این یکی ملح است، شور هست، تلخ است، خیلی شور که تلخ. اما وجعل بینهما برزخا و حجرا محجورا، بین اینها الله تعالی برزخی گذاشته، یعنی پرده معنوی که شما نمیبینی. و حجرا محجورا، و مانعی، حجر به معنی مانع قوی، مانع محکم. خدای تعالی بین دو تا دریا، دریای شور و شیرین، یک حجاب معنوی گذاشته. ما قبلا در سوره رحمان خواندیم، یک حجاب معنوی گذاشته که این دو تا دریا در کنار هم هستند، در همسایگی هم هستند، شاید به طول 100 کیلومتر بیشتر اینها مرز دارند. مرزشون چیه؟ همون حجاب است. اون حجاب معنوی که دیده نمیشه به هیچ وجه نمیگذاره که این آبها در همدیگه چی بشه؟ واقع بشه. حالا الله بهتر میدونه به چه دلیل، ولی خب اگر این حجاب نبود، این آب شیرین قطعا چی میشد؟ شور میشد. و یا اینکه حالا ماهی ها در دریای شور هستند، در اون دریای شیرین نمیتونن بمانند، زنده بمانند. بعضی از علما میگن یکی از دلایل این حجاب نامرئی و این پرده که بین دو تا دریا است، همین ماهی ها هستن. این پرده نمیگذاره ماهی بیاد تو این دریای شیرین، مانعش هست. لذا الله عزوجل چنین
نعمتی دارد بر شما، چنین آیاتی دارد. و هو الذی خلق من الماء بشرا. دلیل هشتم، الله آن ذاتی است که آفرید از آب بشر آفرید. آب منظور منی، قطره منی. فجعله نسبا و سحرا. در این انسان نسب را گذاشت و سحرا و همچنین از کنم که خویشاوندی که بر اساس مصاهرت میشه، بر اساس وصلت میشه. خیلی خویشاوندان هستن که با همدیگه خویشاوندن به خاطر نسب. بالاخره پدر هست، پدر بزرگ، عموی، پسر عموی، تا برو بالاتر پایینتر. و بسیاری از خویشاوندان هستن که نسبی نیستن، سببی. به خاطر چی شد؟ به خاطر وصلت، به خاطر یک ازدواج. دو تا فامیل با هم دیگه خویشاوند میشن، دو تا خانواده با هم دیگه خویشاوند میشن. فرزندی که متولد میشه، خواهرزاده یکی هست، برادرزاده این گروه دیگه هست. بالاخره اینا همه این نعمت خداست، در انسان هاست، در غیر انسان ها نیست. معلوم میشه این خویشاوندی یک نعمتی هست، این نعمتی هست و یک امتیازی مال بشر است. حالا بسیاری از اقوام این را کمرنگ کردند، فقط پدرش را میشناسد، فوقش عمویش را و پسر عمویش را میشناسد، بیشتر از اون کسی را نمیشناسد. اما هرچی که ما به بحر این خویشاوندی بریم و صله رحمی را احیا بکنیم، این به نفع بیشتر از این نعمت استفاده کردیم. انسان مشکلاتی برش میاد، انسان در زندگی نشیب و فرازهای زیادی داره. این قوم، خویشاوند، فامیل همه در کنار انسان باشه، کلش به نفع انسان. پس این فقط در انسان هست. حالا ببینید خیلی نعمت ها هستند که در حیوانات هم هستند. هم مثلا نعمت آب، نعمت خوراکی، نعمت مادی که خدا داده، ولی اونها هم از آب درست میشوند. اما بعد از مدتی از همدیگه بیگانه هستند، همدیگر را نمیشناسند. دو تا حیوان هستند که شاید با توجه به این توالد و تناسل از کنم این دو تا حیوان با هم دیگه پدر و فرزند باشند، برادر و خواهر باشند، برادر و برادر باشند، ولی این خویشاوندی اصلا بینشون نیست. بعد از مدتی هم دیگر را میبینند با هم دیگر رفتار دشمنی میکنند، در حالی که هر دو تا از یک شکم زاییده شدند. پس این عرض کنم که نسب و خویشاوندی را الله عزوجل چه نسبی باشد چه سببی باشد در انسان گذاشته. این یک نعمتی هست در انسان ها. فجعله نسبا و سحرا. هم الله تعالی نسب و خویشاوندی گذاشته و هم وصلت و نزدیکی بر اساس ازدواج. و کان ربک قدیرا. رب تو قدرت دارد، هر چی که انجام میده بر اساس قدرت انجام میده. حالا این همه دلائل، تا اینجا 8 دلیل خواندیم، اینها همه از سوی پروردگار مهربان هستند که میطلبد این نعمتها، این دلائل میطلبد در عبادت دیگه کسی را با او شریک نگیریم. این نعمتها را فقط و فقط او به ما داده. نعمت خورشید، نعمت سایه هست، نعمت ماه هست، نعمت آب هست، اینها را فقط خدا داده. لذا در عبادت هم باید فقط عبادت به خدا اختصاص داده بشه. اما بعد از این خداوند سرزنش می‌فرماید بسیاری از انسانها را که کسانی را عبادت میکنه، عبادت اونها هیچ نفعی برایشون نداره، نه نفعی داره نه ضرری داره ترک عبادت. و یعبدون من دون الله. عبادت میکنن بغیر از الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم. آن خدایانی را
آن معبودانی را که عبادت اونها هیچ نفعی ندارد برای اونها و ترک عبادت هیچ ضرری ندارد برای اونها. و کان الکافر علی ربه ظهیرا، و کافر بر ربش هست ظهیر، یعنی متکبر، عالی، سرکش در مقابل رب، یعنی در مقابل مخالفت رب. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، نفرستادیم تو را ای پیامبر مگر مژده دهنده و بیم دهنده. شما کارتون این نیست که حتما بالاجبار هدایت کنید به ایمان بیاورید، شما راه را نشان بدید، بترسانید. قل ما اسألكم علیه من اجر، لذا مگه شما از اونها پول میخواهید که اونها از دعوت شما فرار میکنن؟ بگو من سوال نمی کنم بر این تبلیغ هیچ نوع اجری را، الا من شاء، مگر این را میخوام که هر کسی از شما میخواد ان یتخذ الی ربه سبیلا، اینکه راهی به سوی پروردگار که به خدا برسد اون راه را انتخاب بکنه، اون راه را من بهش نشان میدهم. لذا برای تو هرچی که اینها نسبت به تو هرچی میگویند انکار میکنند، تو توکل به ذات الله باشد. و توکل علی الحی الذی لا یموت، توکل کن بر آن حی، بر آن ذاتی که لا یموت، موت بر او نمی آید. و سبح بحمده، و هموار تسبیح تو ام با حمد او، همراه با تعریف او بگو. و کفا به بذنوب عباده خبیرا، الله کافی است از نظر اینکه نسبت به گناه بندگان خودش خبر داره. الله کافی است، از همه چیز خبر داره. آن اللهی که دلیل نهم آمده، الذي خلق السماوات والارض، آن اللهی که آفرید آسمان ها و زمین را و ما بینهما فی 6 ایام، در مدت 6 روز. ثم استوى على العرش، سپس بر عرش مستوی شد، بر عرش نشست و قرار گرفت. که این آیه را چندین بار خواندیم، مرادش را الله عزوجل بداند. ما در مقدار 6 روز و الله تعالی گویا بر مسند قدرت هست، همه امور در دست او هست. الرحمن هو الرحمن، اون ذات مهربان هست، ذات رحمان است که نهایت مهربان هست. فاسأل به خبیرا، میخوای درباره او اطلاعاتی داشته باشی، از یک عالم بپرس چقدر مهربان است. فاسأل به یعنی فاسأل عنه، یک تفسیرش اینه. فاسأل عنه رجلا عارفا یخبرک برحمته، بحر المحیط گفته. یک خبیر را، یک عالم را بپرس که پروردگار چقدر مهربان است، چه لطفی دارد. بله، یا مراد از خبیر خود الله عزوجل هست و ضمیر به همین اشیاء مذکوره برمیگردد. یعنی فاسأل به خبیرا، درباره این چیزها از خود ذات خبیر بپرس، از الله عزوجل بپرس. معنیش اینه که لا ترجع فی طلب العلم بهذا الى غیری، درباره این مسائل، خورشید، شب، روز، عرض کنم که انسان را که خلق فرموده، اینها را که شما میخوای خبر داشته باشی، از خود من پروردگار بپرس. فاسأل به یعنی عنه، از خود پروردگار. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، اینجا خداوند سرزنش میکند. الله میفرماید من ذاتم رحمان است و درباره من از یک عالم، از یک عارف، یا اینکه هر چی میپرسی از خود من، هر چی میخواهی از من مهربان بخواه، بخشاینده که خیلی میبخشم، از من بخواه، از کسی دیگه نخواه. اما وقتی که به مشرکین گفته میشد که شما رحمان را عبادت کنید، حاجاتتون را از رحمان بخواهید، با وجودی که مشرکین میدانستن معنای رحمان چیه و میدونستن که مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات الله عزوجل هست، اما میگفتن که رحمان چیه؟ کدوم رحمان را میگی؟ ما یک رحمان میشناسیم، فقط اون رحمان یمامه هست، مسلمه کذاب
خودش را گفته بود که رحمان یمامه هستم من. منظور شما کی هست که ما فقط او را سجده کنیم؟ الله عزوجل اینجا سرزنش می کند بر مشرکین، چون وقت اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، وقتی که به آنان گفته می شد فقط رحمان را سجده کنی، قالوا وما الرحمن، رحمان چیه؟ کیه؟ ما کی را سجده بکنیم؟ یعنی لا نعرف الرحمن، ما الرحمانی نمی شناسیم. و كانوا ينكرون ان يسمى الله باسم الرحمن. ابن کثیر اینه گفته که اونها این مطلب را که خداوند را به اسم الرحمن نامگذاری کن انکار میکردند. تفسیر مظهری میگه لانهم ما كانوا يطلقونه على الله تعالی، چون اونها رحمان را بر خدا اطلاق نمیکردند، بر دیگران. و كانوا یقولون لا نعرف الرحمن الا رحمان الیمامه، ما الرحمانی نمیشناسیم مگر رحمان یمامه را میشناسیم. یعنون مسیلمه الکذاب یسمونه رحمان الیمامه، منظورش اون بود، اونم خودش را رحمان یمامه میگفت. تا اینکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی اون در زمان رسول الله ادعای نبوت کرد، آخر حیات رسول الله بود. بعد از رسول الله ابوبکر رضی الله تعالی عنه با او جنگید، با قومش که اهل یمامه بودن جنگ بسیار سختی در گرفت. خیلی از صحابه در این جنگ شهید شدند. اونها لشکرشون بی اندازه از اونها کشته شد و تارمار شد، تا اینکه این بیچاره خودش هم در همون جنگ کشته شد، همین کسی که خودش را رحمان یمامه میگفت. این در زمان ابوبکر صدیق. لذا اونها میگن که و من الرحمن انسجد لما تأمرون، هر چی که تو امر میکنی ما سجده کنیم؟ نه، هر چی ما خودمون تشخیص بدیم. و زادهم نفورا، این چیز اونها را در یعنی این امر به رحمان و امر به سجده ذات پروردگار با عنوان رحمان می افزود در اونها تنفر را از توحید، دوری شدن، دوری کردن از توحید. لذا این سرزنش برای مشرکین. بعد از این الله عزوجل دلائل را مجدد بیان می‌فرماید. این دلیل دهم است. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. الله عزوجل با برکت هست، برکات دهنده هست، سرچشمه تمام خیر و برکت او هست. اون ذاتی که قرار داد در آسمان بروج. ما قبلا خواندیم که بروج بعضی میگویند منازل خورشید، ولی نه، بیشتر معتقدند که مراد از بروج ستاره ها هستند. هر ستاره، هر سیاره یک برج هست. اینها در درخشش، در نور، در نفرسانی به زمین و اهل زمین هم مشخصه. الله می فرماید تبارک الذی، با برکت است آن ذاتی که قرار داد در آسمان ها ستاره های زیادی، سیاره های زیادی، و نه تنها ستاره بلکه و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، در اون آسمان چراغی الله تعالی روشن فرمود، و قمرا منیرا، ماه روشنی. چراغ خورشید است. این تعبیرها اشاره به حقایقی داره که قبلا خواندیم. این تعبیرها نشان میده حالا از اینجا انسان چیزی نمیدوند. دانشمندان تحقیق کردن، میگویند که بله، اون چیزی که در خورشید هست یه آتشی هست، گازهای روشنی هست که فوق العاده هم حرارت دارد، هم نور و درخشش دارد. پس نوری که در خورشید است مال خودش ذاتیه. اما در بسیاری از سیاره ها و ستاره های دیگر مثل نوری که در ماه هست، این گرفته شده، برگرفته شده از اون نور خورشید. مثل همین نور زمین، زمین از خودش نور ندارد. وقتی که زمین بین زمین و بین خورشید حائل میاد، بقیه ستاره ها، سیاره ها، میبینید زمین چی میشه؟ بی نور میشه وقتی شب میشه. وقتی که این خورشید میاد مستقیم با زمین قرار میگیره، چقدر زمین روشن میشه، فکر میکنیم خودش نور داره.
مثل الان. نه، این نور را از کجا گرفته؟ از خورشید. ما همچنین. پس به این حقایق همین تعبیرات قرآن اشاره داره. سراج اونه که نورش ذاتیه در خودش هست، قمر منیرم نور اونه که از جای دیگه گرفته. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه. دلیل 11. الله آن ذاتی است که قرار داد شب و روز را پشت سر هم دیگه. خلفه یعنی این میره او میاد، او میاد میره این میاد. الان شب رفت روز آمد، چند ساعت دیگه این روز هم میره شب میاد. اینا خلیفه هم دیگه هستن، جانشین هم دیگه. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اینها همه برای اون کسی است که پند بگیرد، تذکر بگیرد یا اراده سپاسگزاری داشته باشد. اینا همه نعمتند، اینا همه لطفند از سوی پروردگار. هر کسی میخواد سپاسگزار و شاکر بشه، این نعمتها را ببیند، مطالعه کند و شاکر پروردگار بشه. و عباد الرحمن الذین. اینجا خداوند عزوجل بعد از ذکر این همه دلایل تقریبا 11 تا دلیل آمدند که این 11 تا دلیل همه نعمتند، همه احسانات پروردگار هستند. حالا صفات و خواص عباد الرحمن را بیان می فرماید. کسانی که بندگان واقعی خدا هستند و بر بندگی خودشون افتخار می کنند، اونا وقتی که این دلایل را می بینند اینها متاثر میشند. اونا در مقابل پروردگار تمرد ندارند، سرکشی ندارند. آیات خدا را میشنوند صم بکم رد نمیشوند، در مقابل تکبر نمی کنند، تواضع دارند، فروتنی دارند، سجده می کنند، گریه می کنند، ظلم نمی کنند، گناه نمی کنند. لذا خواص را ذکر فرموده. معنیش اینه که بعد از این دلایلی که من و شما میخوانیم، انتظار رب از بندش اینه که این گونه باشد. انتظار پروردگار چیه؟ که هر بنده‌ای به این صفات متصف بشه. الله می فرماید و عباد الرحمن، بندگان خاص رحمان، الذين يمشون على الارض هونا، آنهایی هستند که بر زمین می روند با نرمی، یعنی تواضع دارند، چنان تواضع چنان نرمش دارند که و اذا خاطبهم الجاهلون، هرگاه جاهلان اونها را خطاب می کنند، جاهلان با اونها روی سخن باز می کنند، قالوا سلاما، آنها سلام چیه؟ متارکت است، سلام جر و بحث نکردن است. والذین یبیتون، صفت اولشون اینه که بالاخره در زمین تواضع دارند و با جاهلان درگیر نمیشن، وقت ضایع نمی کنند. صفت دوم والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، آنهایی هستند که شب می گذرانند، در شب در بزمهای شبانه نیستند، در جلسات آنچنانی گناه و معصیت و خدا فراموشی نیستند، بلکه بیتوتت اونها، شب گذرانی اونها برای ربشان هست که سجدا و قیاما، گاهی در حالت سجده پروردگار، گاهی در حالت قیام در محضر الله. بندگان رحمان این گونه هستند. والذین یقولون، صفت سوم بندگان الرحمن آنهایی هستند که میگویند ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، بار الها باز بدار، دور بگردان، منصرف و منحرف بگردان از ما عذاب جهنم را. عذاب جهنم را از ما میترسند، چون اعتقاد دارند، باور دارند، میترسند و پناه میخواهند. ان عذابها کان غراما، همانا عذاب او غرامه. غرام یعنی چی؟ الشر اللازم، چنان شر و مصیبتی است که میچسبد به انسان، لازم میگیرد انسان را، اصلا ولکن نیست. انها ساعت مستقرا و مقاما، همانا اون عذاب جهنم بسیار جای قرار بدی هست و بسیار جای اقامت بدی هست. مستقرا و مقاما، مستقر اونه که همیشه انسان اونجا استقرار بیابد،
مقام موقتا، یعنی چه موقتا انسان در جهنم باشد چه همیشه باشد بسیار خطرناک، بسیار زشته. بله، جای قرار بدی هست و جای اقامت هم بدی هست. والذین اذا انفقوا، صفت چهارم عباد الرحمن، آنهایی هستند که هر وقت خرج میکنن ولم یسرفوا ولم یقتروا، نه اسراف میکنن. اسراف چیه؟ اسراف اینه که خرج کنه در راه معصیت. الانفاق فی غیر طاعت اسراف، و در راه طاعت خرج نمی کنی اقتار است. توجه بفرمایید، علامه اندلسی نوشته الاسراف فی غیر الانفاق فی غیر طاعت اسراف، اگر خرج کنی در مسیری که اون مسیر طاعت نیست. مثلا برای زن و بچه انسان خرج میکنه، این مسیر طاعته. به یتیم میده، این طاعته. به فقیر و مسکین میده، این طاعته. غیر اینها یعنی راه گناه، ترویج گناه، اون وقت اسراف میشه. یکی از صورت اسراف اینه. والامساک عن طاعت اقتار، اما ولم یقترون، این که انسان دست نگه دارد و خرج نکند، برای مسیر درست خرج نمیکنه. مثلا برای زن و بچهش خرج نمیکنه، اهل و عیالش خرج نمیکنه، برای فقیر خرج نمیکنه، برای پدر و مادر، برادر و خواهر فقیر خرج نمیکنه. این چی است؟ این تقتیر، اقتار است. هر دو خرابه. الله می فرماید والذین اذا انفقوا، عباد الرحمن آنهایی هستند که هر وقت خرج میکنند لم یسرفوا، نه در راه گناه خرج میکنن، ولم یقتروا، و نه تقتیر میکنه، یعنی از راه ثواب مالشون را نگه میدارند. و کان بین ذلك قواما، بین این یعنی بین افراط و تفرید، قوام در حالت میانه هستند. هم خرج میکنند هم خرج نمیکنند. خرج میکنند به اندازه در راه درست و خرج نمیکنند در راه اشتباه و معصیت. والذین لا يدعون مع الله الها آخر، این صفت پنجم هست مال عباد الرحمن. آنهایی که لا يدعون مع الله، نمیخوانند همراه با الله معبود دیگر را، غیر از خدا کسی دیگر را فریاد نمیزنند، یا فلان یا فلان، به زبانشون نیست. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، نمی کشند اون نفسی را که الله حرام کرده کشتن او را مگر به حقش باشد، اونم توسط حاکم. ولا یزنون، و همچنین زنا نمی کنند. این مفاسد اخلاقی را اصلا ندارند. و من یفعل ذلك یلقى اثاما، هر کسی که این کار را بکنه. اینجا دو چیز آمد، یکی شرک آمد و سه چیز آمد، یکی شرک آمد، یکی قتل نفس آمد، یکی زنا آمد. هر کسی این کارها را بکند یلقى اثاما، مواجه میشه با بار گناه، معصیت. یضاعف له العذاب، چند برابر میشه برای اون عذاب در روز قیامت. و یخلد فیه مهانا، در آن میماند، در اون عذاب روحانی و عذاب جسمانی، مهانا ذلیل و خوار. الا من تاب، اما قبلا اگه کسی توبه کرد، کسی شرک کرده و الان توبه کرده، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر کسی که توبه کرد از کفر و از شرک و ایمان آورد و عمل صالح انجام داد. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این گروه کسانی هستند که خدا تبدیل میکنه حسناتشان، سیئاتشان را به حسنات. اگر بد کرده همه زمین بد برش به خوبی ثبت میشه. و کان الله غفور الرحیم، خداوند بخشاینده و مهربان است، همه سیئات را محو میکند، حسنات را ثبت میکند. غفور برای محو سیئات و رحیم ثبت حسنات.
و من تاب و عمل صالحا، هر کسی که توبه کند و عمل صالح کند، فانه یتوب الی الله متاب الی آخره. حالا سوال اینجاست که یک بار آمد الا من تاب و آمن و عمل صالح، دوباره و من تاب و عمل صالح تکرار نیست؟ نه خیر، تکرار نیست. ببینید ما اونجا چند تا گناه خواندیم. یکی شرک که اون همون کفر است، یکی دیگه قتل نفس و زنا. اینا چی هستند؟ اینا کفر نیستند ولی معاصی هستند. اون چی که در آیه اول هست توبه از شرک است، اون چی که در این آیه هست توبه از معصیت است. به چه دلیل اونجا گفت الا من تاب، توبه کرد، و آمنه، چی کرد بعد از توبه؟ ایمان آورد. بعد از ایمان عمل صالح. اینجا نه، اینجا ایمان از قبل داره، و من تاب و عمل صالحا، و آمنه دیگه اینجا نیست. پس این توبه از معصیت است، اون توبه اولی توبه از کفر و شرک است. فانه یتوب الی الله متابا، این علت از همانه او رجوع کرده، به سوی خدا رجوع کردنی. خب این صفت ششم بود. صفت پنجم بود. ششم والذین لا یشهدون الزور، کسانی هستن عباد الرحمن که در مجلس زور حاضر نمی شوند. مراد از زور چی هست؟ بعضی میگن از شرک، از ابن عباس هست. لا یشهدون الزور یعنی در مجالس شرک شرکت نمی کنند، در مجلسی که اونجا با خدا شریک گرفته میشه حاضر نمی شوند. اما بعضی میگن که مراد از زور شهادت دروغین هست. لا یشهدون الزور، اون وقت یشهدون به معنی حضور نمیشه، به معنی شهادت دادن. لا یشهدون الزور یعنی گواهی نمیدهند، گواهی دروغین. گواهی نمیدن، گواهی دروغین. اینجا لا یشهدون به معنی شهادت، به معنی گواهی دادنه. اما اگر مراد از زور شرک باشد، اون وقت یا مراد از زور گناهان دیگه باشه، مثلا مجلس لهو و لعب، موسیقیات است، رقص و پایکوبی هست، خدا فراموشی است. پس این وقت لا یشهدون به معنی عدم حضور است، لا یحضرون است، به معنی شهادت نیست. پس والذین لا یشهدون الزور طبق این دومی حاضر نمی شوند، نه اینکه گواهی نمیدن، حاضر نمی شوند، حضور پیدا نمی کنند در مجالس شرک، در مجالس لهو و لعب. و اذا مروا باللغو مروا کراما، هرگاه از کنار این نوع مجلس لغو، حالا لغو چه شرک باشد هم لغوه. ما خواندیم در اول سوره مؤمنین که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لغو ابن عباس میگفت شرک و از این بقیه گناهان همین را شامل میشه. پس هر وقتی که از کنار مجلس شرک رد میشوند یا مجالس گناه، معصیت، خدا فراموشی، مروا کراما بزرگوارانه رد میشوند، با وقار و با متانت رد میشوند. یعنی چه؟ یعنی خودشون را آلوده نمی کنند، شرکت هم نمی کنند. صفت هفتم عباد الرحمن والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، آنهایی هستند که هرگاه پند داده می شوند نسبت به آیات ربشان، لم یخروا علیها صما و عمیانا، نمی افتن بر آن آیات کر و کور، یعنی چشم بسته و گوش بسته، نه، به آیات توجه می کنند، چشمها را باز می کنند، گوشها را باز می کنند، گوش می کشند. والذین یقولون، و صفت هشتم آنهایی هستند عباد الرحمن که همواره دعا می کنند، از خدا می خواند و می گویند ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، بار الها بما ببخش از همسران ما و اولاد ما قرة اعین، خنکی چشم، یعنی چشم ما را با
هدایت اونها، با دینداری اونها، با ایمان اونها، با اعمال صالح اونها، با اخلاق خوب اونها چشم ما را خنک بگردان. واجعلنا للمتقین اماما، و ما را پیشوای متقین بگردان، الگو برای اونها بگردان تا اونها ما پیشا پیش اونها حرکت کنیم. لذا الله تعالی این صفات را برای عباد الرحمن فرمود اولئک یجزون الغرفه، این افراد پاداش داده می شوند، اما پاداش اینها چی است؟ الغرفه، ساختمان هایی برای سکن، اتاق هایی که سر هم هستند. برای چی هستند؟ برای سکونت. بما صبروا، به سبب که صبر کردند، یعنی در راه دین و در راه این صفات استقامت. و یلقون فیها تحیه و سلاما، و مواجه می شوند در آن بهشت همواره با تحیه، با سلام، با خوش آمدگویی، یعنی همش خوب میشنون، بد نمیشنون. هرچی میشنون یا سلام میشنون، یا مرحبا میشنود، یا خوش آمدگویی میشنود. خالدین فیها، همیشه در آن هستند. حسنت مستقرا و مقاما، بسیار زیباست از نظر استقرار و از نظر مقام. قبلا هم خواندیم مستقر و مقام معنیش اینه شما انشاءالله در بهشت وقتی که جای داری، یه باغی هست خیلی بزرگ، ویلا، کاخ، ساختمان، این مال خودت است، این را میگه مستقر، همیشه ما اونجاست. مقام اینه که گاهی اونجا میری، جای دیگه میری، هم سیر میکنی، تفریحی میری، تماشا میکنی، هر جا که میری آزادی. اونا مقام هستن، یعنی موقت اونجا قرار میگیری. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، در پایان تخویف دنیوی هست. شما کفار مشرکین گاهی دعا میکنی، خدای تعالی همین دعای شما را تأثیر گذار میکند، برای شما عذاب نمیاره. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. قبلا گفتیم، بحث را خواندیم که دعای کافر و دعای مشرک تأثیر داره، در امور دنیا تأثیر داره. از اینجا معلوم میشه ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، رب من برای شما پروا نداره اگر دعای شما نبود، یعنی لولا دعاؤکم لعذبکم، اگر این دعا و نیایش شما نبود خدا شما را عذاب میداد. گاهی دعا مانع میشه، دعای شما برای شما منفع. خب حالا که دعا میکنن دیگه هیچ وقت عذاب نه، چون که کفر داره، شرک داره، مستحق عذاب که هست به وقتش. فقط کذبتم، همانا شما تکذیب کردید، فسوف یکون لزاما، پس عذاب هست لازم شما، یعنی اون به شما، برای شما لازمه و باید شما را در بر بگیرد. بله، سوره مبارکه فرقان بود، تمام شد که شما در این سوره خواندید سرچشمه تمام برکات و خیر آن ذاتی هست که این قرآن را نازل کرده، این لطف بزرگ را کرده، و بقیه الطاف که همش دلایل عقلیه خواندید. حالا